بله سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. آقا من میخواستم سنی بشم، چیکار کنم؟ لازم نیست سنی بشید، این اسما هیچ فرق نمیکنه. شیعه باشید، شیعه واقعی باشید. کی گفته که شما سنی بشید؟ همه دروغ برادر من، همه دروغ میگن آقا. شما پیرو واقعی علی باشید، لازم نیست که شیعه باشید یا سنی باشید، چون پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نگفتن که شما بیاید شیعه بشید و سنی بشید. گفتن ادخلوا فی السلم کافه، همتون مسلمان باشید. آقای انصاری قربونت برم، اینو نکن. از اون بالا همه دروغ، همه به ما دروغ، توهین، همه چیز ما میگم، به جز حقیقت به ما نمیگن اینا. الله المستعان. الله المستعان. برادر گرامی، چیکار کنم من؟ شما قرآن بخوانید. قرآن بخوانید. بله. قرآن کریم الله سبحانه و تعالی در شروع قرآن میگه که هدن للمتقین. این کتاب هدایت است برای انسانهای پرهیزگار. چون امروز من به شما بگم والا بخاری بخونید، صحیح مسلم بخونید، نمیدونم فلان بخونید، این بخونید، اونا به شما میگن نه، نمیدونم اصول کافی بخونید، بهارالانوار بخونید. قرآن تنها کتابی است که من و تو در موردش اختلاف نداریم که کلام الله سبحانه و تعالی است. درسته یا نه؟ قرآن بخونید. قرآن بخونید، به آنچه که در قرآن گفته عمل بکنید. همین اول قرآن ببینید، همین اول قرآن رو وقتی ما این قرآن رو باز میکنیم، همین صفحه اولش بعد از سوره حمد چی میگه؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه. این کتابی است که در او هیچ شکی نیست. هدن للمتقین، هدایت است برای پرهیزگاران. پرهیزگاران چه کسانی هستند؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. مؤمنین کسانی هستند که به غیب ایمان دارند، یعنی به روز آخرت، به امور غیبی که از طرف الله نازل شده، و نماز میخوانند و از آنچه به آنها روزی دادیم کمک میکنند به مردم، در راه الله انفاق میکنند. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. این مؤمنین کسانی هستند که با آنچه که به تو نازل شده، یعنی به این قرآن، ایمان دارند و به آنچه که بر پیامبران گذشته نازل شده ایمان دارند و به روز آخرت هم ایمان دارند. اولئک اعلی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اینها کسانی هستند که الله اینا را هدایت کرده و اینها پیروز و رستگار خواهند شد. و سلام. نگفته که آقا خمس بده، نگفته که آقا برو نمیدونم صیغه بکن، نگفته برو به زیارت و بارگاه برو. این صفات مؤمنین است در صفحه اول قرآن گفته. به همین عمل بکنیم. و سلام. تشکر میکنم از شما. تشکر برادر عزیز. الله متعال حفظتون.